سلام، مهدی محبی هستم. به چنل یوتیوب من خوش اومدید. امروز دومین اپیزود از مقابله با اهمالکاری رو داریم. قبل از شروع خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بریم که شروع کنیم. در اپیزود قبلی به شما گفتیم اهمالکاری چیه و چه عوارضی برای انسان داره و چه چیزهای دلیل اهمالکاری نیست ولی ما فکر میکردیم دلیله. خب امروز بریم سراغ دلایل اصلی مقابله با اهمالکاری. اولین دلیل اهمالکاری ترس. ترس از چی؟ ترس از این که ما از دید بقیه تنبل به نظر برسیم. خب بعضی از کار اصلی ها رو که انجام میدی بقیه فکر میکنن که تنبلی، اما اینطور نیست. بذار با مثال بهت بگم. یکی از پردرآمدترین شغل ها برنامه نویسیه، درسته؟ اگرم پردرآمد نباشه اما یک شغلیه که خیلی میتونی توی اون پیشرفت کنی. اوکی، از دید عموم جامعه برنامه نویس آدمیه که نشسته پشت لپتاپ و فقط عدد تایپ میکنه و تنبل به نظر میاد، اما ممکنه توی یک ماه درآمد 10 تا کارمند رو در بیاره. حالا اگر این میخواست به حرف مردم توجه کنه باید میرفت کارگری کردن. توهین نشه که بگیم مثلا کارگری شغل بدیه، نه، اتفاقا همه شغلا شریفن، اما بحث ما اینه که ما فعالتر به نظر برسیم. خب دلیل اول شد ترس از این که ما فعال به نظر نیاد. دلیل بعدی اهمالکاری جابجایی اولویت. ما بعضی اوقات اولویت هایی که برامون مهمه رو جابجا میکنیم. مثلا امروز توی خونه میهمان داری، اصلی ترین کاری که باید انجام بدی اینه که برای میهمانت وسایل و اسباب پذیرایی آماده کنی، اما یهو مثلا میری سر این که خاک گلدون رو عوض کن. اگر کسی هم بهت بگه میگی بالاخره باید که عوض شه، درسته؟ این میشه جابجایی اولویت، یعنی انجام یک کار مهم به جای کار اصلی. بعضی اوقات ممکنه دلایل فلسفی هم ببافیم برای این کار، برای اینکه داریم اولویت رو جابجا میکنیم. مثلا الان صلاح نیست این کار انجام میشه، یا اینکه خواهشان دخالت میکنید خودم میدونم دارم چی کار میکنم. میبینی خود منم زیاد از این دلایل استفاده کردم. سومین دلیل اهمالکاری که به دلیل قبلی هم ربط داره اینه که کارهای کوچیک بالاخره باید انجام بشه. بری بگی چرا خاک گلدون رو داری عوض میکنی، میگه بالاخره باید انجام بشه که. اما این کارهای کوچیک باعث میشن ما به اون هدف یا کار اصلی نرسیم. اینو یادت باشه که این کارهای کوچیک هم باید انجام بشن، اما نباید تو مسیر یا تداخل با کار اصلی باشن. چهارمین دلیل اهمالکاری اینه که آب از سر گذشت، چه یک وجب چه 100 وجب. خب ما توی موقعیت‌هایی همیشه قرار میگیریم که قرار بوده یک کار رو انجام بدیم ولی ندادیم. اون لحظه با خودمون میگیم آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 100 وجب. اما میتونیم تو اون لحظه درستش کنیم یا اینکه تلاش خودمون رو برای اون کار انجام بدیم. دیگه مغز سر میشه و دیگه انجامش نمیدیم که خودش هم از عوارض اهمالکاریه. خب این دلایل رو که میبینید دارم تون میگم میشه یه چیز که شما میشناسیدشون و موقعی که میخوای اهمالکاری کنی جلوشو میگیری. پنجمین دلیل اهمالکاری ربط دادن به یک موقعیت نشان. خب این چیه؟ اینه که برای اینکه یک کار رو انجام ندیم زمانی رو برای بعداً تعیین میکنیم. بذار مثال بزنم متوجه شی. برای مثال من خودم اضافه وزن دارم. خب باید برم باشگاه یا رژیم غذایی رعایت کنم که لاغر شم و وزن کم کنم. خب الان اگر یکی از من بپرسه کی میخوای لاغر شی، میگم از شنبه. حالا این مزاح بود، ولی مثلا میگم هر موقع تابستون شد هوا بهتر شد میرم پیاده‌روی و وزن کم میکنم، یا مثلا هر موقع اوضاع کاریم رو به راه شد اون موقع میرم باشگاه. میبینی هی رفت میدیم به یک موقعیت یا زمان در آینده که ممکنه هیچ موقع هم اتفاق نیفته و من همچنان همینطور بمونم. ششمین دلیل اهمالکاری اینه که بعضیا میگن من تحت فشار بهتر کار میکنم. این بیشتر در زمان تحصیل شما باهاش مواجه شدید، تحت این عنوان که من شب امتحانیم، من موقع امتحان بهتر یاد میگیرم و چیزهای از این قبیل. کلا این موضوع غیر از این که دلیل اهمالکاری باشه یک دلیل بیخودی برای انجام ندادن وظیفه هم میتونه باشه. خب بریم بعدی. هفتمین دلیل اهمالکاری ترس از شکسته. اینو خیلی ها دوچارش هستن، مثل خوره به جون خیلی ها میشینن. همه ما کاری رو به خاطر اینکه شاید شکست بخوریم شروع نمی‌کنیم و این ترس خواب رو از چشم ما میگیره. مثل این میمونه که شما به خاطر اینکه شاید دل درد بشی توی گرسنگی شدید غذا نخوری. اصلا چنین چیزی منطقیه؟ طبیعتاً که نه.
اما ما چون میترسیم حتی به طرف اون موفقیت هم حرکت نمیکنیم. هشتمین دلیل اهمال کاری تخمین زمانی اشتباه است. مثلا ما یک کاری رو با خودمون میگیم که این مثلا یک روز بیشتر زمان از ما نمیگیره و تا تحویلش 2 هفته وقت داریم، اما موقع تحویل که میرسه میبینی هیچ کار انجام ندادیم و عملا اهمال کاری انجام دادیم. چرا؟ چون ما تخمین زمانی که برای انجامش بود رو اشتباه محاسبه کردیم. این مدل اهمال کاری رو بیشتر در زمان تحصیل همگی مشاهده کردیم. نهمین دلیل اهمال کاری عدم تمایل به صبر. اینو خیلی از ماها داریم، حتی خود من هم دچارش بودم. چرا؟ چون همه ما نتیجه کاری رو که میکنیم میخوایم سریع ببینیم. وقتی میبینیم شاید طول بکشه یا در حین کار نتیجه آنی نمیبینیم رهاش میکنیم، یا همون اول با اهمال کاری که انجام میدیم سراغش نمیریم. نتایج بزرگ همیشه با صبر حاصل میشه. پس توی یک زمان کم انتظار نتیجه بزرگ نمیشه داشت. مثلا وقتی یک سیستم فروش برای کسب و کارمون طراحی میکنیم، حداقل بین 3 تا 6 ماه حتی 1 سال طول میکشه تا نتیجهش حاصل بشه. وقتی ما توقع داریم مثلا 10 روزه به تر کنیم، خب دل سرد میشیم و ولش میکنیم. پس اگر یک موفقیت برای کسب و کارت میخوای، باید صبر داشته باشی و اصولی جلو بری، پول فیکیجات رو نخوری. دهمین دلیل اهمال کاری مشکل با جزئی از کاره. ما با بخشی از کار مشکل داریم و در برخورد به اون کار دچار استرس میشیم. پس تصمیم میگیریم کار رو انجام ندیم و اهمال کاری کنیم. یه مثال از خودم برات بزنم. من به شدت از تفریحات آبی میترسم. یک روز دوستان برای مسافرت برنامه چیدن که بریم فلان شهر. گفتن میریم اونجا. روز اول میریم خیابون گردی، روز بعدش میریم مال، روز سوم میریم پارک آبی. وای، من تا اسم این پارک آبی رو شنیدم تمام بدنم خیس عرق شد. چرا؟ چون من به شدت از تفریحات آبی میترسم. این باعث شد من کل مسافرت رو کنسل کنم و نرم. چرا؟ چون برنامه پارک آبی به من استرس وارد میکرد. تصمیم گرفتم کلا نرم. این اهمال کاری باعث شد کل لذت یک چیز رو از دست بدم. دلیل اهمال کاری رو بهتون گفتم. خودتون الان میدونید اهمال کاری چیه و موقعی متوجه شدی بری بزنیش کنار. 5 راهکار برای اهمال کاری وجود داره که میتونی انجامش بدی و خودتو بهتر کنی. این راهها در طولانی مدت خودش باعث درمان اهمال کاری میشه. راهکار اول و دوم اینه که به کارها حمله کنی و تمرکزت رو فقط برای شروع کار بذاری. تو باید صرف نظر از اینکه این کار چقدر زمان میبره و چقدر تا انجامش وقت داری یا اینکه اصلا ازش میترسی یا نه، فقط انجامش بده. حالا یه سری کارها هستن برای شروع بهت کمک میکنم، مثل قانون 5 ثانیه. قانون 5 ثانیه چی میگه؟ قانون 5 ثانیه میگه که برای شروع یک کار اگر دیدی داری تعلل میکنی، از 5 به 0 به صورت معکوس بشمار و بدون معطلی کار رو شروع کن. این خودش باعث کنترل استرس میشه و این معکوس شمردن عدد به تمرکز بیشتر برای شروع کارت کمک میکنه. سومین و چهارمین روش مقابله با اهمال کاری ایزوله کردن خودتونه و استفاده از پنجره‌های زمانیه. اینطور که برای انجام کار باید تمام عوامل حواس پرتی رو از خودتون دور کنید و فقط تمرکز کنید برای شروع کار. مثلا موبایل و اینترنت اصلی ترین عامل‌های حواس پرتی هستند. باید کلاً از محلی که برای انجام کار در نظر گرفتی دورشون کنید و به بیرون منتقلشون کنید. و برای پنجره‌های زمانی هم از قانون پومودورو استفاده کنید. چطور؟ بیایید برای کارتون زمانهای 25 دقیقه‌ای در نظر بگیرید و بین هر 25 دقیقه کار 5 دقیقه استراحت برای خودتون بذارید. هر موقع که 4 تا تایم 25 دقیقه‌ای گذروندید، میتونید برای 15 تا 30 دقیقه یک استراحت طولانی داشته باشید. این نکته رو بدونید که در تایم استراحت به هیچ عنوان از عوامل حواس پرتی استفاده نکنید، مثل اینترنت. بهترین چیز برای استراحت قدم زدن و تنفسه. پنجمین روش مقابله با اهمال کاری پاداش دهی به خودتونه. شما برای انجام هر کار باید برای خودتون یک پاداش در نظر بگیرید. این پاداش میتونه یک رستوران باشه یا مثلا یک تفریح دیگه. اینو خودتون انتخاب کنید. فقط باید یک پاداش باشه که شما رو خوشحال میکنه و تاثیر عجیبی توی روحیتون داره. این تکنیک پاداش به خودتون عجیب میتونه، تاکید میکنم عجیب میتونه کن فیکون کنه اهمال کاری رو. خب اینم از دومین اپیزود از مقابله با اهمال کاری. اگر سوالی دارید در این مورد برام کامنت بذارید و در نهایت ممنون میشم که با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن چنل
از من حمایت کنید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.